مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 ینور از آشکار شدن دو حادثه دزدی در وحدت و روشن خبر داد و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه روشن با عریضه مرد 52 ساله ساکن ناحیه ذکر گردیده مراجعت نموده است که شب 14 و 15 ینور سال 2020 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از حدود قطعه تکنیکی تاجیک تلکام 750 متر ناقل‌ها را دزدیده از جای حادثه غایب زدند. ضرر رسانیده شده 67500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 31 ساله ساکن همین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت با عریضه مرد 49 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 26 و 27 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 24:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل عاقلخانه حولی استقامتیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غایب زدند. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 24 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید به این حالت‌ها تفتیشات ادامه دارد.